تون بخیر. خب همونطور که میدونید ما توی سایت خودمون از ویدیوها استفاده میکنیم. شما ممکنه که در محصولتون بخواید ویدیو بارگذاری بکنید، در مقاله بخواید این کار انجام بدید، در صفحات مختلف یا غیره که خروجی های شبیه به این دارن و قابل پخش شدن هستن. مثلا یک ویدیو 4 دقیقه و 38 ثانیه‌ای هستش که ما توی سایت در یک مقاله قرار دادیم، از همین سری آکادمیمون هستش. منتها این ویدیوهایی که شما می‌خواید توی سایتتون بارگذاری کنید، حالا ابعاد سایزش مهم نیست، باید حتما کاهش حجمشون رو انجام بدید. من یه ویدیویی که خودم دارم رو میخوام کامپرشن روش انجام بدم که توی این ویدیو این به چه صورت هست. من سرچ میکنم ویدیو کامپرسور در گوگل. ابزارهای خیلی زیادی هستن و این ابزار فری کانورت خیلی ابزار دم دست و خوبیه. یکی از ویدیویی که تو سیستم هست، دقت کنید، حالا شما با موبایل هم میتونید با همین کار کنید و کاملا اوکیه. کافیه که یه ویدیویی که توی موبایل یا سیستمتون دارید، مثلا این ویدیو 4 دقیقه و 55 دقیقه است، انتخاب بکنید. میتونید به صورت بالک این کار انجام بدید، یعنی 10 تا ویدیو رو 20 تا هر چند تا که خواستید با همینجا سلکتش بکنید که کار کامپرسش انجام بشه. خروجی اوتپوتی که میخواید دریافت بکنید اینجا سلکت میکنید. بین MP4 حالا تا این 3GP خروجی که تو سایت پلی میشه حتما باید روی MP4 قرار بگیره و یه سری تنظیمات حرفه‌ای اینجا شما دارید که میتونید گزینه‌هایی مثل کودک یا فریم ریتش رو انتخاب بکنید. کودکش رو روی 265 یعنی H265 CPU قرار بدید و اینجا اگر تارگت سایزتون مثلا ویدیوتون خیلی به صورت حالا 4K و پرحجم تهیه شده، این دستگیره رو هر چی کمترش بکنید حجم ویدیوی نهاییتون کمتر میشه، منتها از یه حدی بیشتر یه کیفیتش میاد پایین. مثلا اینجا شما این خوبه بین عددی مثل 50 تا 60 همیشه ستش بکنید. حالا من مثلا روی 69%، 68% اینا قرارش میدم و گزینه‌های دیگه‌شو کاری نداریم. اپلای ستینگ رو میزنیم، خودش همه چیز رو تنظیم میکنه و فقط کافیه که کامپرس ناو رو بزنید. اینجا یک مرحله فایلی که شما براش گذاشتید یا فایل هایی که آپلود کردید رو توی سرور فری کانورت آپلود میکنه. بعد از اینکه آپلودش به پایان رسید، کانورتش رو انجام میده، یعنی کامپرسش رو. کار کامپرس من تموم شده و همونطور که میبینید 40% حجم ویدیوی من کمتر شد. کافی اینجا دکمه دانلود رو بزنم و دانلودش بکنم. حتی میتونید به صورت مستقیم توی گوگل درایوتون استفاده بکنید یا حالا ابزاری دیگه که توی وان درایو هم هست. ما اینجا خب باید دانلود بکنیم و توی رسانه سایتمون استفاده بکنیم. با همین مراحل راحت شما میتونید هر ویدیویی که دارید رو کامپرس بکنید و با حجم کم توی سایت یا هاستتون آپلود بکنید. ویدیوهای بیشتر هم که در آکادمی متسون میدونید اینجا براتون گذاشتیم.